سلام، امروز میخوام بهتون بگم چجوری در 30 روز به 1000 تا سابسکرایب برسیم. چطوری؟ بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب این نیما تکیدو است و این هم میکی کلافه. خب روش خاص چی بود؟ روشی که بتونیم در 30 روز به 1000 تا سابسکرایب برسیم. اول باید بدونیم که ویدیومون چجوری وایرال میشه. اگه ما تماشا کنیم که در آخر هر ویدیو یه مربع بذاریم و در آن مربع مثلا ویدیو، کلیپ، طنز و غیره بنویسیم، ما میدونیم که از این روش هم میتونیم ویو بگیریم. روش بعدی خودنمایی. خودنمایی چیست؟ نگاه کن، ما اگه بتونیم توی هر ویدیو عکس خودمون رو بذاریم یا در این ویدیو خودمون شرکت کنیم بهتره و ویدیومون بهتر وایرال میشه. اگه میخوای سابسکرایب های بیشتری بگیری، ویدیوهای دیگرم هم از دست نده. پس سابسکرایب کن.